سلام، وقت شما بخیر. در ویدیو قبلی ما یک فروشگاه توی سایت آژانس VPN ایجاد کردیم. من توی این ویدیو میخوام به شما آموزش بدم که چطور این فروشگاه رو پیکربندی بکنید. برای این کار ابتدا باید وارد حساب کاربریمون بشیم. خب من الان توی سایت آژانس VPN هستم. دکمه ورود رو کلیک میکنم. اینجا باید نام کاربریم رو وارد بکنم. نام کاربریتون رو اگر فراموش کردید میتونید از نرم افزار از ربات تلگرام آژانس VPN دریافت بکنید. من نرم افزار تلگرام روی سیستمم نصب کردم و وارد ربات تلگرام آژانس VPN شدم. ربات رو اگر فعال بکنید نام کاربریتون رو به شما نمایش میده، یا اگر ربات شما از تب فعال هست کافیه دکمه حساب کاربر رو کلیک بکنید تا نام کاربریتون رو به شما نمایش بده. نام کاربر رو کلیک میکنم و اینجا واردش میکنم. یک رمز عبور یک بار مصرف توی ربات برای شما ارسال میشه. این کلمه عبور یک بار مصرف رو کپی میکنم و اینجا پستش میکنم و الان وارد حساب کاربریم شدم. خب در قسمت مدیریت فروشگاه وارد صفحه فروشگاه میشم. این صفحه در واقع صفحه داشبورد فروشگاه شما است و وضعیت کلی فروشگاهتون رو به شما نمایش میده. خب اگر خاطرتون باشه در ویدیو قبلی ما گفتیم که بعد از اینکه فروشگاه رو ایجاد کردیم 3 کار باید انجام بدیم. اولین کار اینه که فروشگاه رو، سایت آژانس VPN رو به پنل بیتوره‌ای متصل بکنیم. چرا باید این کار رو بکنیم؟ دلیلش اینه که زمانی که آژانس VPN سفارشی رو از مشتری دریافت میکنه و باید کانفیگ رو به اون مشتری تحویل بده، این کار رو چطور انجام میده؟ سایت آژانس VPN به پنل ویتوری شما وصل میشه و کانفیگ رو اونجا ایجاد میکنه. توی یکی از این بانهای شما یک کلاینت ایجاد میکنه و اون تنظیمات اون کلاینت رو به مشتری تحویل میده. بنابراین آژانس VPN باید بتونه که به پنل ویتوری شما متصل بشه، در غیر این صورت نمیتونه به مشتری شما کانفیگ بده. خب این اولین کار. بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم، بعدش میایم بسته‌های VPN مون رو تعریف میکنیم که هر بسته شامل قیمت میشه. اینجا قیمت اون بسته چقدر هست، حجمش چقدره، همزمان چند تا یوزر به صورت همزمان میتونن استفاده بکنن از اون بسته. اینجور اطلاعات هست و یه سری تنظیمات دیگه که مجموعه همه اینا میشه یک سرویس VPN. و در کار بعدی باید بیایم اطلاعات عمومی فروشگاه رو وارد بکنیم برای اینکه مشتریان بتونن اگر مشکلی به وجود اومد بتونن با ما تماس بگیرن. این 3 کار رو باید انجام بدیم و در ادامه من به شما میگم که چطور این کار رو انجام بدیم. خب بریم سراغ گام اولی که اتصال به پنل ویتوری هست. من در منو سمت راست روی لینک سرور کلیک میکنم تا وارد صفحه سرورها بشم. شما تو سایت آژانس VPN میتونید سرورهای مختلفی اضافه بکنید، چون ممکنه سرویس های متفاوتی به مشتریاتون ارائه بدید. سرویس تانل شده ممکنه داشته باشید، سرویس مستقیم داشته باشید، یا اینکه سرورهاتون توی کشورهای متفاوتی واقع شده باشه. بنابراین اینجا میتونید هر چند تا سرور که دارید رو توی سایت آژانس VPN تعریف بکنید. خب من دکمه اتصال به VPN سرور رو کلیک میکنم. یک نام دلخواه باید برای سرورم وارد بکنم. مثلا من نام رو میذارم یک، خیلی اهمیتی نداره اینکه نامش چی باشه. ظرفیت سرور 200 هست، یعنی ماکسیموم 200 اشتراک توی این سرور ایجاد خواهد شد و بیشتر از اون امکانش وجود نخواهد داشت. شما این ظرفیت رو با توجه به منابع سرورتون اینجا تنظیم میکنید، با توجه به اینکه چقدر سرور شما رم داره، چند هسته CPU داره، اینجا یک عددی رو وارد میکنید و پروتکل اتصال به اون سرور چیه که در حال حاضر آژانس VPN فعلا پروتکل ویتوری رو پشتیبانی میکنه و امکان اتصال به پنل علیرضا و صنایعی توش وجود داره. در آینده ممکنه پروتکل های دیگه‌ای هم اضافه بشه، این امکان هست. خب من اینجا سرور رو ایجاد میکنم و وقتی سرور ایجاد شد وضعیت سرور میبینید که سرور 1 وضعیتش متصل نیست،
یعنی سرور ایجاد شده ولی شما هنوز این سروری که توی آژانس VPN تعریف کردید رو به پنلتون متصل نکردید. اگر دکمه اتصال رو بزنیم وارد صفحه اتصال به سرور میشین. خب اینجا دو تا ناحیه وجود داره که من در این تنظیمات این دو ناحیه رو باید به ترتیب انجام بدید. ناحیه اول اتصال به سروره. من اینجا چی باید وارد بکنم؟ باید بگم که پنل من چیه، پنل علیرضا یا سنایی نصب کردم و البته یک دکمه نسخه پنل هم وجود داره که به شما راهنمایی میده که آژانس VPN با کدوم نسخه های این پنل ها میتونه به درستی کار بکنه. شما سعی بکنید که همیشه آخر نسخه پنل های علیرضا یا سنایی رو نصب بکنید. به آژانس VPN به نسخه های قدیمی تر هم میتونه متصل بشه، ولی بهتره که همواره به‌روزترین نسخه ها رو داشته باشید، چون ممکنه نسخه هایی که خیلی قدیمی میشن رو آژانس VPN نتونه به درستی باشون کار بکنه، چون معمولا API این پنل ها به مرور زمان تأخیر میکنه و آژانس VPN فقط با جدیدترین این نسخه ها میتونه کار بکنه. خب پنل من، سروری که من اینجا دارم پنل صنایع، نام کاربری پنل رو ساده من انتخاب کردم، 1 2 3 4 5 کلمه عبور رو هم همین انتخاب کردم. آدرس پنلم رو باید وارد بکنم. آدرس پنل اینه، یک پروتکل، خب پروتکل اتصال HTTPS هست، یک ساب دامنه، در واقع یک دامنه کامل. پنل ما روی پورت 2053 هست و این قسمت که مهمه URI پد اسمشه. اگر شما برای پنلتون URI پد مشخص کردید، باید حتما آدرسی که اینجا وارد میکنید به همراه URI پد باشه. حالا URI پد چیه؟ من اینجا وارد پنلم میشم، این پنل صنایعی که داریم. توی قسمت پنل سیتینگز وارد تب جنرال اگر بشید، اینجا تنظیمات پنل وجود داره. خب پنل من روی پورت 2053 در واقع اجرا شده و اینجا یک قسمتی داریم به نام URI پد. من اینجا URI پد رو مقداردهی کردم. این چیه؟ این یک پدیه که شما موقعی که میخواید وارد پنلتون بشید باید به انتهای آدرس اضافه بکنید تا بتونید وارد پنلتون بشید و در واقع یک قابلیت امنیتی پنل های علیرضا و صنایعی است. ما کار به این موضوع نداریم، فقط این رو بدونید که اگر اینجا URI پدی وارد کردید، باید اینجا آدرس پنل رو به همراه URI پد وارد بکنید. اگر URI پد وارد نکردید، یعنی اینجا فقط یک اسلش خالی دارید. خب اینجا هم در سایت آژانس VPN هم نیاز نیست URI پدی وارد بکنید. خب بعد از اینکه اطلاعات رو وارد کردید، اینجا یک دکمه آزمایش اتصال وجود داره. این دکمه رو که کلیک بکنید، آژانس VPN سعی میکنه به پنل شما متصل بشه و تست میکنه که ببینه میتونه متصل بشه یا نه. خب من دکمه آزمایش اتصال رو کلیک میکنم، بله پایین یک بیان داد اتصال به پنل برقرار شد. حالا که تستمون موفقیت آمیز بود، من میتونم این تنظیمات رو ذخیره بکنم و وقتی دکمه تایید رو بزنم این تنظیمات ذخیره میشه. خب دکمه آزمایش اتصال رو میزنم. من فقط در اینکه شما متوجه باشید که چه خطایی ممکنه اینجا دریافت بکنید، یک بار نام کاربری رو تغییر میدم و دکمه آزمایش اتصال رو میزنم و اینجا خب به من پیام میده که نام کاربریتون اشتباه. این یعنی که آژانس VPN تونسته به پنل شما وصل بشه ولی نام کاربری کلمه عبور اشتباهه. اما اگر نام کاربری و کلمه عبور اشتباه بزنید ولی یک مشکلی توی آدرس وجود داشته باشه، مثلا آدرس رو اشتباه وارد بکنید، اینجا خب خطایی که میگیرید متفاوته و میگه که هنگام اتصال خطایی رخ داد، آدرس پنل رو بررسی بکنید. بنابراین خطایی که اینجا ممکنه دریافت بکنید متفاوته. خب من مجددا آزمایش میکنم، تایید، و الان آژانس VPN میتونه به پنل شما وصل بشه. حالا اگر فروشگاه شما سفارشی رو دریافت بکنه و آژانس VPN
شما اون سفارش رو تایید بکنی، بعد از که شما اون سفارش رو تایید میکنید، آژانس VPN به پنل شما وصل میشه و میره توی یکی از این باندهای پنل شما یک کلاینت ایجاد میکنه. تا اینجا همه چی اوکی. اما وقتی کلاینت توی پنل شما ایجاد شد، هر کلاینتی شما میدونید که هر کلاینتی توی پنل های علیرضا سنایی، کلا تو پنل های ویتوری، هر کلاینتی یک کانفیگ داره که شما بعد از که اون کلاینت رو ایجاد کردید، یا اون کانفیگ رو به مشتری میدید، یا اینکه لینک سابسکریپشن یا لینک سابسکریپشن جیسون اون کلاینت رو به مشتریتون تحویل میدید. این به سیاست شما بستگی داره که دوست دارید کانفیگ مستقیم رو به مشتریتون تحویل بدید یا دوست دارید لینک سابسکریپشن تحویل بدید. خب ما میدونیم که لینک سابسکریپشن این مزیت رو داره که اگر شما تغییری توی تنظیمات این باندتون ایجاد بکنید توی پنل، مشتری شما این تغییرات رو به صورت اتوماتیک دریافت خواهد کرد، چون نرم افزارهای ویتوری مثل ویتوری N، مثل ویتوری NG، موقعی که شما در واقع مشتری شما لینک سابسکریپشن وارد اون میکنه، این نرم افزارها اون لینک سابسکریپشن رو به صورت هر چند ساعت یک بار لینک رو بررسی میکنن و اگر توی تنظیمات اون لینک در واقع تغییری ایجاد شده باشه، تنظیمات جدید رو دریافت میکنن. خب و این مزیت لینک سابسکریپشن. حالا جلوتر بریم، این موارد رو من بیشتر توضیح میدم و هزینه واضح تر میشه. خب ما مرحله اول که اتصال به سرور بود رو با موفقیت انجام دادیم. حالا بیایم سراغ مرحله دوم. در گام دوم ما باید آدرس سرویس سابسکریپشن رو اینجا وارد بکنیم. چرا آژانس VPN نیاز به آدرس سرویس سابسکریپشن پنل داره؟ ببینید موقعی که یک آژانس VPN توی پنل شما یک کلاینت ایجاد میکنه، باید کانفیگ متناظر با اون کلاینت رو به مشتری تحویل بده. این کانفیگ رو از طریق سرویس سابسکریپشن دریافت میکنه و به مشتری تحویل میده. بنابراین باید سرویس سابسکریپشن توی پنل شما فعال شده باشه. شما آدرسش رو اینجا وارد بکنید تا آژانس VPN بتونه این کار رو انجام بده. برای فعال کردن سرویس سابسکریپشن کافی وارد پنلتون بشید، در قسمت پنل ستینگ وارد تب سابسکریپشن بشید و اینجا گزینه اینیبل سابسکریپشن سرویس رو فعال بکنید تا سرویس فعال بشه. خب یه سری تنظیمات شما هم اینجا داری، میتونید بگید سرویستون روی کدوم پورت فعال بشه که قطعا این پورت با پورتی که پنل در واقع روش اجرا شده باید متفاوت باشه. پنل من روی پورت 2053 الان داره لیسن میکنه و پورت سابسکریپشن من یه پورت دیگه است، پورت 8443. همونطور که پنل URI پد داشت، سابسکریپشن سرویس هم URI پد داره و من اینجا یک URI پد وارد کردم. خب این میشه تجهیزات سرویس سابسکریپشن. پنل های ویتوری دو تا سرویس دارن، یه سرویس سابسکریپشن دارن و یه سرویس سابسکریپشن جیسون دارن که این سرویس در واقع سابسکریپشن جیسون هم مثل نمو سابسکریپشنه. تفاوتش اینه که فقط کانفیگ رو به صورت جیسون برمیگردونه، چون یه سری تنظیماتی مثل تنظیمات فرگمنتیشن یا ماکس، کانفیگی که به مشتری تحویل داده میشه در قالب اون کانفیگی باید در قالب جیسون باشه که این تنظیمات بتونه توشون اعمال بشه. خب ما کار به این جزئیات فنی نداریم، در آینده شاید یه ویدیویی آماده کردیم و بیشتر این سرویس ها رو، این در سرویس سابسکریپشن و سرویس سابسکریپشن جیسون رو با جزئیات در موردشون صحبت کردیم، ولی فعلا تو این ویدیو کاری به این جزئیات نداریم. فقط میخوایم این تنظیمات رو وارد بکنیم. پس سرویسی که ما داریم پورتش 8443 و این هم URI پد است. برگردیم به سایت آژانس VPN. موقعی که شما آدرس پنل رو وارد میکنید، آژانس VPN براتون آدرس سرویس ها رو وارد میکنه، ولی این آدرسیه که باید اصلاح بشه، آدرس درستی نیست. پورت سرویس سابسکریپشن رو چی انتخاب کرده بودیم؟ 8443. من اینجا کپیش میکنم و اینجا کورس رو میذارم 8443 و URI پد بود ساب 123 و URI پد سرویس سابسکریپشن جیسون من هم هست، جیسون 123. خب اینجا میذارم جیسون 123. خب
این میشه آدرس سرویس ها. حالا آژانس VPN هر کلاینتی رو کانفیگش رو میتونه از طریق که این سرویس ها دریافت بکنه. من این تنظیمات رو ابتدا ذخیره میکنم و اینجا یک ابزار وجود داره به نام آزمایش اتصال به سرویس. اگر کلیک بکنید یک پنجره باز میشه و یک ابزار آزمایشه و چک میکنه که ببینه آیا شما آدرس سرویس ها رو درست وارد کردید یا نه. فقط کافی دکمه شروع آزمایش رو بزنید. این ابزار چجوری کار میکنه؟ اول به پنل شما وصل میشه، اطلاعات یکی از کلاینت ها رو میگیره به صورت تصادفی. گام ها رو ببینید، اول ورود به پنل انجام شد، در گام بعدی اطلاعات این باند ها رو دریافت میکنه و یک کلاینت رو به صورت تصادفی انتخاب میکنه. خب توی این باند یک کلاینتی انتخاب شده و این ایمیلش هست، اینم مقدار سابسکریپشنش. کار به این نداری. در گام بعد میاد آدرس سرویس سابسکریپشنی که شما وارد کرده بودید رو از طریق اون آدرس کانفیگای اون کلاینتی که قبلا به صورت رندوم انتخاب کرد رو میاد کانفیگاهاش رو سعی میکنه که دریافت بکنه از طریق اون سرویس. ببینه میتونه اون کانفیگا رو دریافت بکنه یا نه. خب بله تونسته این کار بکنه و اینجا هم به شما داره پیام میده که کانفیگای ویتوره از طریق سرویس سابسکریپشن دریافت شد و این کانفیگ هم داره به شما نشون میده. این چیزیه که در نهایت شما اگه به صورت دستی هم فروش انجام میدید احتمالاً این کانفیگ رو به مشتریتون تحویل میدید، یا ممکنه ترجیح بدید که خود سرویس لینک سابسکریپشن رو به مشتریتون تحویل بدید. خب ما میدونیم که مزیتی که لینک سابسکریپشن داره اینه که اگر شما توی تنظیمات این باندتون تغییر ایجاد کنید، مشتری شما این تغییرات رو به صورت اتوماتیک دریافت میکنه، چون نرم افزار نرم‌افزارهای حالا مثل ویتوره مثل ویتوره NG معمولا لینک سابسکریپشن رو هر چند ساعت یک بار بررسی میکنن ببینن آیا تغییری توی اون ایجاد شده یا نه، کانفیگا یا تغییری کرده یا نه، و اگه تغییر کرده اونا به صورت اتوماتیک دریافت میکنه. بنابراین شما ممکنه لینک سابسکریپشن به مشتریاتون تحویل بدید، ولی خب لینک سابسکریپشن یکم برای مشتری ها کار کردن باش برای عامه مردم سخت‌تره و مردم با کانفیگ ها راحت ترن، چون کانفیگ رو پیست میکنن و سریع استفاده میکنن، ولی لینک سابسکریپشن رو اول باید پیست بکنه و متاسفانه نرم افزار ویتوره N و ویتوره NG یکم توی یو آیشون هم خیلی فرندلی نیستن با این سابسکریپشن لینک ها. یک بار باید لینک پیست بشه و یوزر اصلا متوجه نمیشه چی پیست شده و باید سابسکریپشن در واقع دریافت بشه، بعدش رفرش بشه تا اون کانفیگ ها توی نرم افزار بارگذاری بشن و ممکنه خیلی از مردم اینو ندونن، یعنی موقعی که لینک سابسکریپشن رو پیست میکنن هیچی نمیبینن و یکم گمراه میشن. امیدوارم این مشکل در آینده توی یو آی این نرم افزارها رفع بشه و به محض اینکه لینک پیست شد سریع کانفیگ ها دریافت بشه. حالا فعلا ما کار به این مسائل نداریم. شما در جلوتر میگم که میتونید تصمیم بگیرید که چه چیزی به مشتری تحویل داده بشه. دوست دارید لینک سابسکریپشن تحویل بدید یا کانفیگ ها رو مستقیم تحویل بدید یا لینک سابسکریپشن جیسون میخواید به مشتری تحویل بدید. موقعی که مشتری یک اشتراک از شما میخرید چه چیزی رو باید از شما دریافت بکنه. اینها رو ما جلوتر در موقعی که داریم یک سرویس VPN تعریف میکنیم مشخص خواهیم کرد. فعلا فقط داریم اتصال به پنل رو انجام میدیم. خب این آزمایش ما هم موفقیت آمیز بوده. یک کلاینت هم کانفیگ معمولیش دریافت شده، هم از طریق سرویس جیسون سابسکریپشن کانفیگ جیسونش هم دریافت شده، این هم کانفیگ جیسونش هست و آزمایش موفقیت آمیز بوده. بعد تمام اینجا یعنی این که ما فروشگاهمون رو به درستی به پنلمون متصل کردیم. اینجا دیگه هیچ کار دیگه ای نداریم. دکمه تایید رو من میزنم و میتونم دیگه از این صفحه خارج بشم، برمیگردم به صفحه پنل.
خب اگه برگردیم به قسمت پیکروندی فروشگاه، میبینید که اینجا بات اول تیک خورده، اتصال به VPN سرور، و اینجا به من گفته که شما حداقل یک سرور متصل تعریف کردید و این گام اوکی شده. گام بعدی چیه؟ ما باید بیایم سرویس VPN رو تعریف بکنیم. حالا که من یک سرور دارم، من ممکنه سرویس های متفاوتی ارائه بدم. مثلا ممکنه سرویس تانل شده داشته باشم که بسته هاش یه قیمتی داره، و ممکنه یه سرویس مستقیمی داشته باشم. مثلا با تکنیک فرگمنتیشن اومدم یه سرویس مستقل هم، یک سرویس مستقیم هم راه اندازی کردم و ممکنه اون بسته‌هاش قیمتاش متفاوت باشه و احتمالاً قیمت‌ها ارزان‌تر خواهد بود، چون من دیگه هزینه سرور ایران رو ندارم و ممکنه توی سرویس دومی که میخوایم ارائه بکنم قیمت بسته‌های اون سرویس رو ارزان‌تر بخوام تعریف بکنم توی سیستم. بنابراین میتونم برای سرویس اولیم اسمشو بذارم سرویس طلایی، بسته‌هاش قیمتاش یکم بالاتر باشه و یه پایدارتره، سریعتره، پینگ پایین‌تری داره، و یک سرویس ناخوئی تعریف میکنم با بسته‌های ارزان‌تر، اما یک سرویسی که ناپایدارتره و پینگ بالاتری داره. مثلا اومده از تکنیک فرگمنتیشن استفاده کردم که به نسبت تانل خب پینگ به نسبت بالاتری داره. خب حالا بریم ببینیم چطور میتونیم یک سرویس VPN رو تعریف بکنیم. من روی لینک سرویس های VPN کلیک میکنم و اینجا وارد صفحه سرویس های VPN میشم، دکمه ایجاد سرویس رو میزنم و وارد این صفحه میشم. یک نام دلخواه باید به سرویسم بدم. مثلا من نام طلایی رو انتخاب میکنم، سرویس طلایی منه. خب موقعی که یک مشتری میاد از این سرویس یک بسته رو میخره، که حالا جلوتر میگم بسته ها چجوری تعریف و پیکروندی میشن، موقعی که مشتری از این سرویس یک بسته رو میخره، باید اشتراک مشتری توی کدوم سرور ایجاد بشه. من اینجا یک سرور تعریف کرده بودم، یکم آدرسش طولانی و زشته، ولی خب اهمیتی نداره، نام سرور یک بود، سرور را من انتخاب میکنم. حالا توی سرور یک ممکنه این باندهای متفاوتی وجود داشته باشه، اشتراک مشترک کلاینتی که باید ایجاد بشه تو کدوم این باند باید ایجاد بشه. خب من تو پنلم یه ایمان بیشتر ندارم، همون رو انتخاب میکنم. پس من مشخص کردم که موقعی که یک مشتری از این سرویس خریداری میکنه، کلاینتی که باید ایجاد بشه توی کدوم سرور و توی کدوم این باند اون سرور باید اون کلاینت ایجاد بشه. این از این دوتا فیل. در قسمت توضیحات یک توضیح دلخواه می نویسم. مثلا این یک سرویس خوب است، حالا یه چیز بهتر میتونم بنویسم سرویس طلایی با سرعت عالی و پینگ، مثلا پینگ بسیار پایین. خب این توضیح به مشتری ها نمایش داده میشه. بنابراین یک توضیح مختصری بنویسید که ویژگی های سرویس شما رو با چند تا کلمه خیلی ساده بیان بکنه. اگر برای سرویستون محتوای تبلیغاتی توی یکی از شبکه‌های اجتماعیتون ایجاد کردین، میتونین اون لینک رو هم اینجا بذارید و این لینک هم به مشتری نمایش داده میشه. خب این از تنظیمات ناحیه‌ای بالا. یک چک باکس اینجا وجود داره که آیا فروش این سرویس فعاله. اگر این رو خاموش بکنید سرویس تعریف میشه ولی غیر فعاله، یعنی این سرویس به مشتریان نمایش داده نمیشه. خب ما که همچین چیزی رو فعلا نمیخوایم و میخوایم سرویسمون فعال باشه. این هم از قسمت فروش. و قسمت بعدی تحویل کانفیگ بیتوری به مشتریه. اینجا من مشخص میکنم موقعی مشتری من از این سرویس یک دسته خریداری میکنه چه چیزی بهش تحویل داده بشه.
آیا کانفیگ ها به صورت مستقیم بهش تحویل داده بشه، لینک سابسکریپشن بهش تحویل داده بشه، یا لینک سابسکریپشن جیسون هم بهش تحویل داده بشه. شما در هر یک گزینه رو باید اینجا مشخص بکنید. نمیشه هیچ گزینه‌ای مشخص نشده باشه. من مثلا میگم من همه رو انتخاب میکنم، میگم هم لینک ساب مشتری بده، هم لینک سابسکریپشن جیسون و هم خود کانفیگ رو به صورت مستقیم به مشتری تحویل بده. این به سیاست شما برمیگرده که ممکنه فکر کنید که مشتریاتون با لینک سابسکریپشن گیج میشن و فقط میخواید کانفیگ به مشتری تحویل بدید. خب میتونید این تیک ها رو بردارید. پس این کاملا تصمیمش با شماست که میخواید چه چیزی تحویل بدید. خب برای سرویس همین تنظیمات رو باید وارد بکنیم و دکمه تایید رو بزنیم. اما یک سرویس شامل بسته هایی هم هست. موقعی که شما سرویس رو ایجاد میکنید به صورت خودکار چند تا بسته و توی اون سرویس تعریف میشه. من الان دکمه تایید رو میزنم و بسته ها به صورت اتوماتیک برای اون سرویس تعریف شد. 3 تا بسته رو آژانس VPN به صورت اتوماتیک تعریف میکنه. یک بسته از نوع هدیه، یک بسته آزمایشی و یک بسته از نوع فروش که در ادامه میگم تفاوت اینها چی هست. فعلا ما میخوایم بسته فروش ایجاد بکنیم که آژانس VPN به صورت پیشورز اومده یک بسته فروش ایجاد کرده. حالا نامش رو گذاشته دسته یک بسته 1 ماهه، حجم 25 گیگ و یک قیمتی هم براش مشخص کرده که شما میتونید اون قیمت رو تغییر بدید. من میرم یک بسته دیگه هم اضافه میکنم. خب بسته این که نوعش چی باشه، فروش، آزمایشی یا هدیه. من خیلی مختصر در مورد نوع بسته توضیح میدم، ولی در ویدیوهای بعدی به صورت مفصل انواع بسته ها رو توضیح خواهم داد که چه فرقی با هم داره. ولی به صورت مختصر بسته های فروش بسته هایی که اسمشون از روی اسمشون مشخصه، بسته هایی که شما میخوایم بفروشین. بسته آزمایشی هم بسته‌ای که شما یک بسته رایگانه که مشتری میتونه از طریق ربات تلگرام آژانس VPN وقتی وارد صفحه فروشگاه شما میشه و درخواست در واقع یک کانفیگ آزمایشی میکنه، یک کانفیگی با این مشخصات این بسته براش ایجاد میشه و به مشتری تحویل داده میشه. بسته هدیه هم بعد همون کانفیگ های رایگانی هستن که توی سایت، توی کانال تلگرام آژانس VPN منتشر میشن. ما کاری به این دو بسته فعلا نداریم. من یک بسته فروش بخوام تعریف بکنم، نامشو مثلا میذارم بسته شماره 2، قیمت رو میذارم مثلا 50,000 تومان. خب مدت بسته چقدر باشه؟ مدت بسته 1 ماهه باشه و حجمش مثلا باشه 50 گیگابایت. چند تا کاربر همزمان میتونن از اون بسته استفاده بکنن. من چون اینجا بستم حجمیه، خب برام اهمیتی نداره که در پا مشتری من بخواد با همزمان با 6 تا دیوایس وصل بشه و از سرویس رو من استفاده بکنه. معمولا موقعی که ترجیحاً بهتره که موقعی که بسته‌هاتون حجمی هست محدودیت کاربر دیگه نذارید، چون اینکه مشتری بخواد با چند تا دیوایسش در واقع از سرویس شما استفاده بکنه اهمیتی نداره، چون در نهایت حجمش تموم خواهد شد. ولی باز اینا همه سیاست‌هایی که شما به عنوان فروشنده مشخص خواهید کرد که بسته هاتون رو چطور تعریف بکنید. اگر توضیحاتی هم وجود داره میتونید اینجا وارد بکنید برای بسته‌تون و در نهایت تایید. خب بسته فروش شماره 2 منم ایجاد شد و این هم در آخر بسته هایی که برای این سرویس وجود داره. همونطور که قبلا گفتم که این سرویس طلایی منه، ممکنه تانل زده باشم بابت این سرویس ها. اینا سرویسیه که گرونتره. اگر من بیام یه سرویس نقره‌ای هم تعریف بکنم و سرویس نقره‌ای رو به یک سرویس سرور دیگه متصل بکنم، یعنی میتونم 4 بکنم، میتونم بیام یک سرویس نقره‌ای تعریف بکنم و سرور رو مستقیما سرور خارج انتخاب بکنم، یعنی کانفیگو مستقیما تو اون سرور ایجاد بشه. خب میتونم بیام بسته‌های ارزون تری رو تعریف بکنم. اما اگر دارم یک سرویس مثلا طلایی ایجاد میکنم
و این یک سرویس تانله، خب اینجا احتمالاً باید سرور ایران رو انتخاب بکنم، چون موقعی که مشتری یک بسته از این سرویس میخره، کانفیگ ها باید توی سرور ایران ایجاد بشه. این رو هم حواستون باشه موقعی که مشتری از یک سرویس شما خرید میکنه، شما میخواین کانفیگ ها رو تو کدوم پنلتون ایجاد بکنید، توی پنل خارجتون میخواید ایجاد بکنید یا توی پنل ایرانتون ایجاد بکنید. این موضوع رو شما اینجا با انتخاب سرور دارید مشخص میکنید که کانفیگ ها کجا ایجاد بشن. خب این هم تنظیمات سرویس، کار دیگه اینجا نداریم. من برمیگردم به صفحه فروشگاه و میبینید که اینجا تیک سرویس هم خورده، حداقل یک سرویس فعال وجود داره. و گام آخر که خیلی ساده است، من باید وارد صفحه فروشگاه هم بشم، باید یک آیدی برای پشتیبانی تلگرام وارد بکنم. اینکه آیدی چی باشه اهمیتی نداره، شما آیدی صحیح تلگرامتون رو وارد بکنید. من اینجا مثلا میزنم ABCD. شما آیدی صحیح تلگرامتون رو اینجا وارد بکنید. خب وقتی آیدی تلگرام رو هم وارد کردید، فروشگاه وضعیتش فعال خواهد شد، اما توی حالت فروش دستی. فروش دستی چرا فروش دستی؟ ما که همه تنظیمات رو انجام دادیم. یه تنظیم دیگه ای هست که هنوز انجامش ندادیم ولی اختیاریه. ما روش های پرداخت رو مشخص نکردیم. موقعی که مشتری وارد صفحه فروشگاه شما میشه از طریق ربات تلگرام و یک سفارشی بخواد ثبت بکنه، شما باید یک روش پرداخت مشخص کرده باشید که مشتری مبلغ رو چطور پرداخت بکنه. روش‌های پرداخت متفاوتی وجود داره توی سایت آژانس VPN. شما میتونید کارت بانکی رو معرفی بکنید، کارت بانکی خودتون رو، و میتونید حتی چند تا کارت بانکی معرفی بکنید، یا میتونید لینک پرداخت معرفی بکنید. یعنی مثلا شما لینک پرداخت مثلا هر کدوم از پرداختیارهایی که تو ایران وجود داره، مثل زرین پال یا حالا هر پرداختیار دیگه‌ای وجود داره، اگر شما لینک پرداخت مستقیم، یا بهشون معمولا میگن لینک پرداخت شخصی، اگر لینک پرداخت شخصی ازشون تونستید بگیرید، میتونید اونجا لینک رو کپی بکنید و بیاید اینجا لینک پرداختتون رو اینجا وارد بکنید. و زمانی که مشتری میخواد یک سفارشی رو ثبت بکنه، اینجا یا لینک پرداخت یا کارت بانکی شما به اون نمایش داده میشه. در هر صورت مشتری پرداخت رو انجام میده، یعنی یا از طریق مثلا نرم افزار موبایلش کارت به کارت انجام میده و یک اسکرین شات میگیره برای شما از طریق ربات میفرسته، یا اینکه وارد صفحه اون لینک پرداخت میشه، خودش مبلغ رو وارد میکنه، پرداخت رو از طریق درگاه پرداخت بانکی انجام میده و برمیگرده یک اسکرین شاتی از اون رسیدی که صفحه پرداختیار بهش تحویل میده، یک اسکرین شات میگیره و برای شما اون اسکرین شات رو ارسال میکنه. شما میتونید روش‌های پرداخت متفاوتی رو تعریف بکنید و میتونید فعال یا غیر فعالشون بکنید، ولی باز میگم این گام اختیاری. یعنی اگر این کار رو انجام ندید، مشتری میتونه از ربات تلگرام فروشگاه شما کانفیگ‌های تست بگیره، اما نمیتونه سفارشی ثبت کنه چون شما روش پرداخت رو مشخص نکردید. بنابراین باید اگر کانفیگ تست شما رو گرفت، استفاده کرد، راضی بود، باید توی مثلا تلگرام به شما پیام بده که شما یک روش پرداخت، یک شماره کارتی یا هر چیزی رو که صلاح میدونید به مشتری بدید تا مشتری باریزش رو انجام بده و بعد شما کانفیگ رو براش ایجاد بکنید و براش بفرستید. برای همینه که این روش وضعیت فروشگاه داریم میگیم فروشگاه تو حالت فروشی دستی، شما فروش رو صورت دستی انجام میدید و ترجیح دادید حالا به هر دلیلی روش پرداختی رو مشخص نکنید. اما ما بیایم و یک روش پرداخت مشخص بکنیم، چون ما هم ربات تلگرام سفارش ها رو به صورت اتوماتیک دریافت بکنه و بتونه توی فرایند فروش به ما کمک بکنه. موقعی که
شما یک سفارش، حالا در ویدیوهای بعدی خواهیم دید، موقعی که یک سفارش فروشی رو دریافت میکنید هیچ کار نیاز نیست انجام بدید. تصویر رسید و تصویر اون رسیدی که مشتری پرداخت کرده برای شما ارسال میشه توی ربات. شما فقط باید یه دکمه تایید و عدم تایید دارید، تایید میکنید که آیا پرداخت مورد تایید شما هست یا نه. اگر پرداخت مورد تایید بود به صورت اتوماتیک اشتراک کلاینت برای مشتری ایجاد میشه و کانفیگش به مشتری تحویل داده میشه و شما هیچ کار دیگه نیاز نیست انجام بدید. و تنها کاری که شما نیاز انجام بدید اینه که پرداخت ها رو تایید بکنید یا اینکه تایید نکنید. همین. بعد دیگه بقیه کار تماما توسط آژانس VPN برای شما انجام میشه. خیلی خب، من حالا وارد روش‌های پرداخت میشم. من میام مثلا میگم میخوام کارت بانکی تایید بکنم. خب کارت بانکی یک کارت شماره کارتی به صورت فیش، من حالا مهم نیست چی باشه، من شما کارت وارد میکنم و یک نامی هم برای صاحب کارت وارد میکنم. مثلا نامش مهم نیست، من اینجا نیستم تست، چون شماره کارت و نام صاحب کارت به مشتری ها نمایش داده میشه. آیا این روش پرداخت فعاله؟ بله فعاله و تمام روش پرداخت رو هم تعریف کردم. حالا اگر برگردم به صفحه داشبورد فروشگاه میبینید که پیکربندی فروشگاه انجام شده و وضعیت فروشگاه فعاله. فروشگاه الان دیگه فعاله. شما میتونید لینک ربات تلگرامتون رو توی کانال تلگرامتون، توی صفحه اینستاگرامتون یا هر شبکه اجتماعی دیگه ای که دارید منتشر بکنید و مشتری ها اگر توی تلگرام، بهتره که ترجیحاً توی تلگرام این کارو بکنید، چون توی تلگرام وقتی که مشتری ها روی این لینک کلیک میکنن و وارد ربات تلگرام و فروشگاه میشن، اگه برای بار اول هست که دارن وارد میشن، آژانس VPN به صورت اتوماتیک یک حساب کاربری برای اونا ایجاد میکنه، اطلاعات حساب کاربریشون رو بهشون نمایش میده و بعد از اینکه براشون حساب کاربری ایجاد کردن، بعدش صفحه فروشگاه شما رو به اونا نشون میده و بسته ها و سرویس هایی که فروشگاه شما داره رو به اونها نشون میده و همه این کارها با یک کلیک انجام میشه. یعنی کافی فقط این لینک رو توی کانال تلگرامتون منتشر بکنید و مشتری فقط یک روش کلیک بکنه، وارد ربات میشه و حساب کاربری براش ایجاد میشه و سرویس ها و بسته ها و قیمت بسته ها همه چی به مشتری نمایش داده میشه. پس ترجیحاً لینک رو اگر هر جایی منتشر میکنید هیچ اشکالی نداره، ولی حتما توی کانال تلگرام فروشگاهتون هم منتشرش بکنید، چون همونطور که گفتم این مزایا رو داره. موقعی که لینک باز میشه این کارها انجام میشه برای مشتری. البته اگر لینک رو توی جای دیگه هم منتشر بکنید هیچ فرقی نداره. موقعی که این لینک توسط نرم افزار تلگرام، چه روی دسکتاپ چه روی گوشی، هیچ فرقی نداره، وقتی یه لینک توسط کاربر توی تلگرام باز میشه همه اون اتفاقایی که گفتم انجام میشه. بنابراین مهم نیست داری کجا منتشر بشه، ولی خب اگر توی تلگرام منتشر بشه کار ساده تر. خب ما توی کار ما دیگه تموم شد. الان فروشگاه رو پیکربندی کردیم، لینک ربات تلگراممون رو داریم، آماده منتشر شدنه. ترجیحاً اطلاعات فروشگاهتون رو هم کامل وارد بکنید توی صفحه ویرایش فروشگاه تا مشتریاتون بتونن با شما تماس بگیرن. اگر سرویس شما قطع شد، اگر سوالی داشتن، راه‌های ارتباطی با شما ترجیحاً همه رو وارد بکنید. اگر کانال یوتیوب دارید، اگر کانال تلگرام دارید، پیج اینستاگرام دارید، همه رو بهتره که وارد بکنید. این به اعتبار در واقع فروشگاه شما اضافه میکنه وقتی که مشتری حس کنه که شما دم دستش هستید و راه‌های ارتباطی باز هست. خب فکر کنم دیگه چیزی بله، همه چیز رو بررسی کردیم و توی ویدیوهای بعدی
من به شما خواهم گفت که چطور از ربات تلگرام فروشگاه استفاده بکنید و مشتری‌ها چطور میتونن سفارش ثبت بکنن. خیلی ممنونم که به من گوش دادید. ویدیو هم فکر کنم طولانی شد ولی نیاز بود. البته جزئیات خیلی بیشتری هنوز وجود داره در مورد سرویس ها، در مورد اشتراک ها، جزئیات خیلی بیشتری وجود داره که در ویدیوهای بعدی حتما بررسی خواهیم کرد. خیلی ممنونم و خدا نگهدار.